با برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. امروز 19 فوریه است. سرخط چندی از گزارش‌های برنامه. دادگاه پرونده به اصطلاح قصدی تبادلات را دیگر باره بررسی می‌کند. سیاستمداران شناخته تاجیک از حکم شکایت بردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ولادیمیر زلنسکی را تنقید کرد و گفت او میتوانست به جنگی در اوکراین راه ندهد. میگویند ما را دعوت نکردید. 3 سال وقت داشتید. امکان بود جنگ سر نشود. باید سازش میکردید. چقدر پول میفرستند و چند نفرند؟ چرا مقامات تعداد مهاجران تاجیک در روسیه را پنهان می‌دارند؟ معلومات مهاجرت وزارت بهنت میبرند. ما نداریم معلومات برادر عزیز. چند چهره شناخته در تاجیکستان که با اتهام قصد تبادلات دولتی به زندان محکوم شدند از حکم دادگاه شکایت بردند. در این باره یک منبع در دادگاه عالی بر رادیو آزادی خبر داد. پیوندان 3 نفر از محکوم شده ها هم تصدیق کردند که از حکم به زینه بالایی دادگاه شکایت بردند. مولا رجب یوسفی با جزئیات بیشتر از شهر دوشنبه. با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، دعوای چهره‌های شناخته از قرار زینه اول دادگاه بعد از 13 فوریه به زینه کاساسیونی دادگاه عالی سپرده شده است. همه 9 نفر از آنهایی که در دایره پرونده تبادلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند، از بالای قرار دادگاه شکایت بردند. به اطلاع یک منبع ما در دادگاه عالی، یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپاریدند. پیوندان 3 نفر از محکوم شده ها هم به رادیوی آزادی گفتند از حکم دادگاه شکایت کردند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبادلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبادلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه ایون سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. آنها با کوشش به زور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافعه این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران برگزار شد. با وجود واکنش‌های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاه عالی درباره قضیه جزئیات نمی‌دهند و میگویند که پرونده مخفی است. آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته برگزار شدن مرافعه گمانزدها در پرونده تبادلات، شبهه و گمان را به حرفهای مقامات به وجود آورده است. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. بسیاری از محکوم شدگان منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند، از جمله اکبرشاه اسکندرف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. او و 3 نفر دیگر از جمله شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات به 18 سال زندان محکوم شدند. رخشانه حکیموف خبرنگار و مادری 2 کودک خردسال به 8 سال زندان محکوم کردند. بنابر پس درهای بسته برگزار کردن محاکمه، شبهه و گمان درباره واقعی بودن پرونده و دلیل‌های مفتشان زیاد است. برنامه را با یک گزارش بین المللی ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که رهبری اوکراین میتوانست 3 سال پیش بعد تجاوز روسیه به کشورش راه ندهد. دونالد ترامپ در این باره پس از آن صحبت کرد که روز 18 فوریه پس از 3 سال جنگ در اوکراین نخستین بار دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه در عربستان سعودی با هم بیش از 5 ساعت گفتگو کردند. همکارم شهلای گلخوجه گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. دونالد ترامپ президент آمریکا گفت عیب مقامات اوکراین بود که به حمله روسیه راه دادند و با راه مذاکره از جنگ پیشگیری نکردند. ترامپ روز سه‌شنبه در قرارگاهش نشست نماینده‌های روسیه و آمریکا در عربستان سعودی را خلاصه کرد و با دعوت نشدن اوکراین به این نشست نیز واکنش نمود. میگویند ما را دعوت نکردید. 3 سال وقت داشتید. امکان بود جنگ سر نشود. باید سازش میکردید.
ماه فوریه سال 2022 روسیه به خاک اوکراین حمله کرد. حمله‌ای که پس از انجام جنگ دوم جهان در اروپا سابقه نداشت. ترامپ کیف را تنقید کرد که برای قطع خونریزی بروقت‌تر گفتگو را آغاز نکرد. مذاکرات نارسید باید سالها پیش آغاز می شد و به از دست دادن زمینی کم به تلفات زیاد و به از دست دادن شهرهای خودشان. پس از مذاکرات در سعودی ترامپ گفت که باوریش به صلح بیشتر شد و شاید تا آخر ماه با ولادیمیر پوتین واخورد. او گفت باید در اوکراین انتخابات نو برگزار شود چون مهلت پرزیدنتی ولادیمیر زلنسکی آخر سال گذشته به پایان رسیده است. قانون‌های اوکراین به برگزاری انتخابات در شرایط جنگی اجازه نمی‌دهد. زلنسکی سفرش به سعودی را که این هفته در نظر بود به تأخیر گذاشت. منابع رویترز گفتند که او به خاطر مشروعیت نبخشیدن به گفتگوی روسیه و آمریکا از سفرش دست کشیده است. مقامات اوکراین به تأکید میگویند که سرنوشت اوکراین نباید به حضور این کشور بررسی شود. در نشست عربستان سعودی روسیه طلب‌های سخت‌تر پیش گذاشته گفته است که ناتو باید از وعده سال 2008 در مورد پذیرفتن اوکراین به این سازمان نظامی دست کشد و نباید در خاک اوکراین سربازان ناتو حضور پیدا کنند. رهبران اروپا و اوکراین نگرانند که ترامپ و پوتین به سازش میرسند که به فایده روسیه خواهد بود. رهبران کشورهای اروپایی ترامپ را تنقید کردند که پیش از مذاکرات با روسیه گذشت کرد و پیوستن اوکراین به ناتو را رد نموده پس گردانیدن زمین‌های از دست رفته این کشور را غیر واقعی خواند. مارک روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که در بخشای از گفتگوی صلح در اوکراین شریکان اروپایی نیز جلب می‌شوند و یک جای قرار قبول خواهند کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان که کشوری مهاجر فریست به حساب می رود، ظاهراً گفتن آمار درباره آنها برای مقامات سخت‌تر می شود. چند سال پیش حکومت گفتن حجم پول را سری دولتی نامید که مهاجران می فرستند. امسال کار به جای رسیده است که می خواهند تعداد خود مهاجران کاری را هم نگویند. بنا به آمارهای گوناگون سالانه تقریباً 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان برای کار به روسیه می روند. گزارش همکاران ما در دوشنبه ارشاد سلیمانی و امیر ایسوف در همین باره. مقامات تاجیکستان گفتند بعد از مخفی اعلان شدن پولشان شماره خود مهاجران نیز به معلومات مخفی تبدیل یافته است. این در حالی است که تعداد مهاجران همه ساله اعلان میشد. گفته وارداتی مبلغ ایسوی مهاجران شماره کیرا مهاجران گریفی چیده داخل کردن مهاجران. وزیر مهنت و مهاجرت نیز برخلاف گذشته آمار مهاجران را پیشنهاد نکرد. صالحه خال محمدزاده روز 11 فوریه گفت که به دلیل نامطابقتی آمار با روسیه آن را اعلان نمی کنند. از رئیس آژانسی آمار پرسیده شد که آیا این استقلال دولت را زیر سوال نمیگذارد که مقاماتش نمیتواند مستقلانه آمار خود را پیشنهاد کند؟ معلومات مهاجرت وزارت مهنت میبره. ما یکم وزارت اینا چیکار نیست واگذارده که ما اگر پیشنهاد کنن طور فوری ما پیشنهاد میکنیم آغاز اعلام میکنیم. ما نداریم معلومات برادر عزیز. از سال 2017 به این سو بانک ملی تاجیکستان از اعلان پول مهاجران خودداری میکند. این تصمیم زمانی گرفته شد که رسانه‌های روسیه نوشتند که مهاجران در 10 سال 19 میلیارد دلار به تاجیکستان وارد کردند. انور بابازاده مدیر طرح مهاجرت در اکادمی ملی علم‌ها ماه نوامبر سال گذشته گفت مهاجران در سال 2022 به تاجیکستان زیاده از 5 میلیارد و 220 میلیون دلار فرستادند. این پول با 49.2% مجموع محصولات داخلی برابر بوده است. شهرت لطیف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید مخفی کردن آمار مربوط به مهاجران پیامد منفی دارد. هر یک مبلغ گذار اولین درجه اقتصادیات کشور را می‌آموزد. مبلغ‌های انتقالی این برای رشد اقتصاد کشور روانه شده است. تشکیلاتی که مبلغ گذار است پیش از آن که یگان مبلغ گذاری کند او باید که داند. شمار مهاجران تاجیک در روسیه زمانی در سرخط رسانه‌ها جای گرفت که ماه اکتبر سال 2022 ولادیمیر پوتین در نشست سران کشورها در آستانه قزاقستان آن را بیش از 2 میلیون نفر گفت. اما امام علی رحمان با این آمار راضی نشد و گفت که از این تعداد تنها 600,000 برای کار رفتند و دیگران مهاجر نیستند.
در یک شهر ولایت سوخت که زمانی شوروی آن را شهری دربسته می‌گفتند، قرار است با کمک چینی‌ها چند کارخانه صنعتی باز شود. مقامات تعریف می‌کنند که کارخانه عظیم‌ترین با خرج 50 میلیون دلار بنیاد می‌شود و صدها ساکن استقلال جای کار می‌یابند. اما درباره آلودگی هوا و شرط و شرایط تأسیس کارخانه کسی چیزی نمی‌گوید. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. مساحت کارخانه 70 گکتار را فرا گرفته و در صورت فعال شدن آن بیش از 200 نفر ساکن محلی با کار تامین خواهد گردید. این کارگاه اساساً کندنی‌های کوهی شرکت تاجیکستان و چین شهرک زرنسا را کارکرد می‌کند و هزینه آن 50 میلیون دلار آمریکایی گفته می‌شود. در این کارخانه در آینده اکومولاتورها برای نقلیات استحصال کرده می‌شود. این شرکت سال 2007 با سرمایه دولت چین تأسیس یافته است و به استخراج سرب و روح و میز مشغول است. این چنین با تکنولوژی چینی ها در شهر استقلال کارگاه های دیگر نیز امسال به فعالیت آغاز خواهند کرد. در پهلوی این کارخانه ها دو کارخانه تأسیس داده شده است. این هم باشد کارکرد آهک سنگ، استحصال آهک. کارخانه‌ای که تأسیس داده شده است در اون 400 تن آهک در یک شبانه روز می‌برند. کارخانه آهک استقلال و تاج آهک در زمینه کارخانه متالورژی بنیاد می شود. در مجموع هر دوی این کارخانه نیز 200 نفر را با جای کار تامین نموده در دهه مهنت آباد شهر استقلال جایگیر خواهند شد. قیوم جان محمودزاده رئیس این شهر به روزنامه‌نگاران گفت که در صورت فعال شدن این کارگاه‌ها شهر استقلال از ورطه دستنگری یا سوبونسیونی بیرون می‌براید. شهر استقلال سال 1938 از جانب مسکو در اطراف کارخانه زریا وستاک حاضره نوری خاور برای استحصال مواد سوخت موشک ساخته شده است. این شهر دربسته محسوب می‌یافت و در آن عمدتاً متخصصان و کارگران روسته‌بار کار و زندگی می‌کردند. با وجود آنکه در حدود شهر استقلال تقریباً 50 میلیون تن پسمانده یا پرتوهای رادیواکتیو را به اصطلاح گور کردند، بعد صاحب استقلالی تاجیکستان اهالی این شهر از حساب دیگر ساکنان ولایت افزود. استخراج معدن یک بخش اساسی اقتصاد تاجیکستان است و این بخش مهم اقتصاد اساساً در دست چینی هاست. شروع از سال 2010 چین به شریک تجارتی و سرمایه‌گذار و قرض دهنده عظیمترین خارجی تاجیکستان تبدیل شد. امامعلی رحمان در جریان یک سفر دولتی رهبر چین سی جینپینگ به تاجیکستان گفته بود که در دوام سال 2007 تا 2023 چین بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. فعلا در کشورش بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی فعالیت می کند. وابستگی افزاینده تاجیکستان از همسایه شرقیش تا رفت بیشتر این نگرانی ها را ایجاد می کند که با افزایش نفوذ چین دوشنبه توان بازگردان قرضهای هنگفتش از این کشور را نخواهد داشت. یک خبر: اتحادیه اروپا در آستانه سیومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم‌های نو جاری می‌کند. سفیران اتحادیه اروپا روز 19 فوریه بسته 16 تحریم‌ها را موافقه کردند که از 24 فوریه به اجرا می‌درآیند. تحریم‌های نو اتحادیه اروپا مرحله به مرحله منع خرید آلومینی از روسیه را پیش بینی می‌کند. همچنین محدودیت‌ها برای صادرات نفت از روسیه سخت‌تر خواهد شد. تحریم ها 73 کشتی نفتکش را نیز هدف قرار می‌دهند که تخمین می‌رود روسیه برای دور زدن محدودیت ها از آنها استفاده می‌برد. همچنین 13 بانک از جمله نظام انتقالی زلاتای کرانا در روی خط سیاه قرار گرفته است. از زمان آغاز حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 اتحادیه اروپا علیه مسکو تحریم‌های سنگینی جاری کرده است. سپاس که اخبار آزادی رو تماشا کردید. خبر و گزارش‌های نو در سامانه آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در یوتیوب، تیک تاک، تلگرام و اینستاگرام، ایکس و ادنکلاسنیکی نشر می‌شوند. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.